باتراکوف که تصویرش رو دیدیم که فقط 20 سال باتراکوف سن داره. عضو باشگاه لوکوموتیو مسکو هست و بازی هم نیمه اولش شروع شد و بازیکنان قرمزپوش روسیه توپو در اختیار دارند. سعید عزت‌اللهی آماده است تا اونجا روی توپ تاثیر مثبت بذاره. نعمتی پرتاب رو به عقب. نورافکن یه بازیکن رو دریبل زد، خوبم میکنه انجام داد. ارسالش هم خوبه اونجا نورافکن و ضربه سری که ابرقویی میتونست به گل تبدیل کنه و نشد و توپ رفته بیرون. کورنر به سود ایران هست. دیدن علی نعمتی توپو بندازه، از سمت چپ رفته به سمت راست تا پرتاب بلند رو داشته باشه و دورخیزم به خاطر تابلوهای تبلیغاتی نتونسته خیلی انجام بده. علی نعمتی پرتاب بلند روی تیر یک فرستاد، ضربه سر اول بازیکنان ایران نزدیک بود توپ به گل تبدیل بشه. با همدیگه میبینیم صحنه آهسته رو خوب اینگونه توپ روی تیر 2 اومد اما نتونست حسین زاده کارو تموم بکنه. یه حرکت پاس عالی تو در بین مدافعان ایران، اونجا فضا ایجاد میشه و دروازه ما باز شد خیلی راحت. با هم دیگه ببینیم از میانه میدان چه پاسی و از پشت ابرقویی در رفتن. شجاع جا مونده، علی بیرانوند نتونست بگیره و دروازه ما بدین شکل باز شد. روسیه 1 ایران 0. یه پاس بسیار خوبی که به وروبیف داده میشه و او هم موفق شد دروازه ایران رو بدین شکل باز بکنه. خیلی خوب ضربه‌اش رو زد. گل اول مسابقه رو که توپ وارد دروازه بیرانوند شد. یه حرکت باز هم در ضد حمله تیم روسیه خطرناک میشه دو دروازه ایران. بیرانوند رفته بیرون، یه برخورد میکرد پنالتی بود. دروازه الان خالیه و بیرانوند سریع برگرده و دفاع اونجا نجات دادن. نتونست بازیکن روسیه رو متوقف کنه. با هم دیگه میبینی فرار خوب باکایف، پاس رو به عقبش، کنترل و ضربه‌ای که بدین شکل شجاع دروازه رو نجات داد. اونجا شجاع حضور داشت. یک بار دیگه واسه بازیکن روسیه تو زمین ایران میرن برای گل دوم. یه چرخش، یه فرصت ضربه زمینی که تغییر مسیر هم داد. توپو بیرانوند راحت توپو در اختیار گرفت. ملخین توپگیری خوب بازیکنی ایران، زده حمله ما داره شکل میگیره. مهدی طارمی توی محوطه جریمه خود طارمی میخواد تغییر مسیر بده و ضربه‌اش رو زد اما گرفت توپو سافونوف. متوی سافونوف توپو گرفتش. مهدی طارمی توپ از پاش جدا هم شد مهدی طارمی اما این گونه ضربه آخرش رو زد. تیم ایران هم تحت فشار و ضربه محکمی که زده میشه تو با اختلاف بیرون رفت. گلباف مدافعان روسیه مهدی طارمی ملخین رو مقابل داره، پا عوض کرد، عالی کار انجام داد طارمی برای محبی اما توپ محبی نرسید. این بازی در نظر گرفتم باز هم حمله تیم روسیه در زمین ایران پشت محوطه جریمه صاحب موقعیت هستن. فرصت داره کم کم به گل دوم میرسونه روسیه رو. ارسال کوتاه، پاسکاری عالی، ضربه بغل پای چپ که خوب نیست و تو با اختلاف بیرون رفت. ضربه‌ای که گلوشنکوف به توپ میزنه. روسیه و یه مثلث رو خیلی خوب تشکیل دادند تو محوطه جریمه ما. به سمت دروازه ایران فرصت داره روسیه که از راه میرسه. نعمتی توپو میگیره و با پای چپ توپو دور کرد. علی نعمتی، جهانبخش و قربانی بازیکنایی هستن که همراه با علیپور روی نیمکت داری. فرصت دوباره ایران و توی دروازه یه همکاری خوب امیر حسین زاده رو به گل مساوی ما میرسونه. بازی شد 1-1 مساوی و امیر حسین زاده برای ما گل مساوی رو تونست در آغاز نیمه دوم ثمر برسونه. روسیه 1 ایران 1. با هم میبینیم صحنه آهسته رو خیلی خوب نفوذ کردن. سامان قدوس برای رامین رضاییان، پاس رامین عالی بود رو به جلو و در نهایت با تاثیر مثبت قدوس و رامین رضاییان ایران به گل مساوی رسید. عالی بود پاس رامین رضاییان های اصغر مازیار عزیز. خواهش میکنم. عرض کردم خدمتون تعدادش حتی میتونه زیاد هم باشه ولی در هر صورت تو این قسمت کار تو فاز دفاعی ما مشکل داریم که باید این به هر شکل جبران بشه.
برخورد کرد و اینا صحنه است که ما به گل گذاشت، اما در ادامه بازیکن روسیه توپو گرفته تا حمله داره براشون شکل میگیره و یه پا باز هم اونجا میندازه. حسین زاده خیلی خوب توپو گرفت، زاویه آخرش خوب نیست. امیرحسین حسین زاده توپش با اختلاف به بیرون رفت. باز هم جلو میان بازیکن روسیه تو زمین ایران. 4 تا پاس خوب، ضربه محکم راه دور، اما دیگه این بار ضربه گلوشنکوف هم در چارچوب نبود. گلبوف باز هم یه ارسال رو دروازه ایران، ضربه سر شیجه‌ای شجاع و حالا توپی که تم به کرنر میده و رفته بیرون و میتونه تعویض انجام بشه. به چه شکل پیش خواهند رفت؟ یه ارسال فرصت داره روسیه و برگردوندن مدافعان ما. ضربه محکم راه دور و چه گلی میزنن. بازی 2-1 میشه. خوشحالی خودشو با بازیکن‌ها و تماشاچی‌ها تقسیم کرد. ضربه محکم پای راست راه دور، توپی که به گوشه دروازه رفت و شیرجی بلند در زمین روسیه. استارت سریع مهدی طارمی. جهانبخش هم دخالت میکنه و بازیکنی روسیه توپ از دست بالاخره میدن. محمد قربانی هم اونجا ورود کرد، حالا تو به جهانبخش رسیده. سربالا میبینه خود جهانبخش، یه پاس کوتاه و زمینی، فرصت داره ایران و توپی که رفت بیرون و کرنر به دست میاد. توپگیری خوب بازیکنی ما اینجا دنبال کرد مسئله توپو به خوبی. علیرضا جهانبخش راه میرسن بازیکنی روسیه، توپو دور میکنن. یه کنترل، ضربه پرقدرت راه دور اما در چارچوب نیست و توپ با اختلاف بیرون رفت و ضربه اسماعیلی فر، ضربه دروازه برای روسیه به همراه داشت. کنترل میکنه دانیل اسماعیلی فر و ضربهش رو بدین شکل. یه پاس رو به جلوی عالی، فرصت داره ایران، پرچم بالاست و آفساید کسرا طاهری گرفته میشد. باز هم خطای بازیکن ما هست و جهانبخش و کارت زردی که از داور دریافت میکنه کاپیتان تیم ملی کشورمون. با هم دیگه میبینیم صحنه آهسته رو. برخورد جهانبخش خیلی بالا برد پاشو. باتراکوف میفرسته روی دروازه، فرصت داره روسیه برای گل سوم، داره موقعیت ایجاد میشه. با بازیکنی خط دفاعی ما توپو دور کردن، زده حمله میتونه شکل بگیره. محبی 2 دقیقه 4 دقیقه وقت طرف شده هم که گذشت. آخرین تلاش ملی پوشای ما برای رسیدن به گل مساوی تو این لحظات. یه ارسال بلند به روی دروازه، فرصت داره ایجاد میشه و ضربه سری که زده شد تو چارچوب نیست و شجاع برمیگرده. تو آبان هم که یه تورنمنت 4 جانبه باز هم در امارات برگزار میشه و فیفا دی آبان ما با 4 دقیقه وقت طرف شده هم تمومه و دیگه باید تموم شده بدونیم بازی ایران روسیه رو. 2-1 طرف روسیه. صدای سوت داور که اومد یعنی بازی تمامه و در فیفا دی مهر ماه بازی اول ما 2-1 به نفع روسیه تموم شد. یه فاصله بگیریم، به استودیو بیایم و با آقای مازیار صحبت پایانی رو تقدیم شما بکنیم. وقتتون بخیر باشه.